در تمام روزهای سال تنها یک روز را برای مادران بخشیدند، روز 8 مارد. در برابر این همه خدمت‌های مادر که با بهای صحتی خود فرزند به دنیا می آورد و خواب و راحت خود را برای فرزند قربان می کند، مگر می توانیم با نیکی کردن به مادر در یک روز تمام نیکی های او را برگردانیم؟ مگر این از روی انصاف است؟ در شریعت اسلامی چیزی به نام روز مادر، روز پدر، روز زن، روز مرد و غیره وجود ندارد. همه اینها بی اساس و برگرفته از افکار غربی هاست. زن، مادر در همه روزهای سال باید مورد توجه و قابل احترام باشد، نه تنها در یک روز. حکم خداوند همین است. خداوند می فرماید: و قضا ربک الا تعبدوا الا ایاه و بالوالدین احسانا. و پروردگارت چنین حکم کرد که جز او را نپرستید و به پدر و مادر نیکی کنید. سوره نساء آیت 23. و در دیگر آیت می فرماید: و عاشروهن بالمعروف، یعنی با زنان رفتار نیکو داشته باشید. درباره زنان و مادران آیات و احادیث بیشماری وارد شده است که همه آنها بیانگر آن است که زن، مادر در تمام روزهای سال، یعنی همیشه باید مورد توجه و قابل احترام باشند، نه تنها در روزهای معین مثل 8 مارد.